کار با چوب همیشه لذت بخشه و آرامش خاصی به آدم میده. تا حالا به این فکر کردین که انسان از کی و با چه وسایلی شروع به نجاری کرد؟ هیچ میدونین بهترین نجارای دنیا از کدوم کشورن و درآمد ماهانشون چقدره؟ اولین آثار نجاری به دوره پارینه سنگی باز میگرده. در اون زمان انسان‌های اولیه کار با چوب را به وسیله سنگ آغاز کردند. بعد از اون مصری‌ها از ابزارهای مسی برای نجاری بهره بردند. اما این چینی‌ها بودند که با اندازه‌گیری‌های دقیق صنایع چوبی رو تولید کردند. کشور آلمان حرفه‌ای ترین نجارهای دنیا رو داره و علت اون هم آموزش 3 ساله اونها در یک مؤسسه نجاری مشهوره. اما برای اینکه یک نجار از این دوره سربلند بیرون بیاد باید نمونه کارهای مورد قبول رو ارائه بده و چندین امتحان رو پاس بشه. متوسط درآمد یک نجار در آلمان ساعتی 14 یورو و 54 سنته. اما ژاپن بیشترین حقوق رو به یک نجار میپردازد. این رقم از $940 تا $2900 در ماهه. میبینید که نجاری و کار با چوب در ابتدای حیات انسان در تاریخ دیده شده و امروزه هم این محبت الهی یعنی چوب از لوکس ترین متریال های خامه. امروزه نجاری و ابزارالات نجاری گسترش پیدا کردن و ظرافت ها تأثیر گذارند.